روح‌های زیادی هستن که تو صفن، میخواد بیاد شکل رو تجربه کنه، بدن تجربه کنه، از آش بخوره، بدوه، تجربه یک هماغوشی لذت بخش رو داشته باشه، میخواد نفس بکشه، میخواد آسمون به پرنده ببینه، زندگی دیگه، زندگی میخواد بکنه. میاد اینجا پوستش رو میکنن، رنج میکشه و میآموزه و میره. میدونید تجربه شکل زیباست، تجربه شکل، همه مشتاق تجربه شکلن. شما وقتی میشینین یه چای میخورین، وقتی آگاهانه یه استکان چای، کیف نمیده بهتون؟ کیف میده. صبح از خواب بلند میشین یه دوش میگیرین برین سر کار، دوش میگیرین، کیف نمیده دوش گرفتن؟ شب خوابیدین، عادت دارین لای پنجره رو با بذارین، الان دیگه زمستون سرده، نصف شب بلند میشین میبینین پتو رفته عقب، یه کوچولو اینجا بیرون یخ کرده، بعد پتو رو که میکشین رو، کیف نمیده؟ کیف میده یا نه؟ کیف میده. یه چای خوردن کیف میده. دیر رسیدین، از پلات 2 تا 1 میدویم میایم بالا، این برای خیلی آرزوه، همه نمیتونن این کارو بکنن، برای خیلی ها این آرزوه. میبینی که ای دیر شده، 2 طبقه رو بدارم بالا، 3 تا 1 میدویم میریم بالا. این شگفت انگیزه این کار. اینو توی محدوده سنی میشه انجام داد، بعد دیگه نمیشه، آرزو میشه دیگه نمیتونیم اون کارو انجام بدیم. طرف ریه‌اش آب آورده نمیتونه نفس بکشه، نشسته میخوابه، 6 ماه نشسته میخوابه، میگه من همه زندگیمو میدم بتونم 1 دقیقه مثل تو دراز بکشم. برو فقط سجده شکر کن که میتونی دراز بکشی بخوابی. دراز بکشه خفه میشه، نمیتونه دراز بکشه، پاهاش همه زخم شده انقدر نشسته، ریه‌هاش 2/3 آب آورده، تشنشه، یه لیوان آب که میخواد 1 ربع طول میکشه بگه آب بده، تا بخواد بگه آب بده 1 ربع طول میکشه بگه آب بده. بعد میگه نفس کوتاهه، یکم نفس بلند بکشه درد میپیچه تو قفسه سینه، ریه پس میفته. ما الان میگیم دم بگیرید، دم میگیرید، تخلیه. میبینین زیبایی زیاده، شگفت انگیزه، تجربه شکل شگفت انگیزه، زیباست، سجده شکر دائم لازم داره.